سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. السلام و استاد رحمت الله و برکاته. خورم فهمی. سوالی من درباره همین موضوع، درباره همین سوره غاشیه خیلی که گفته درباره تسبیح هایی که 500 هزار تا گفته که بدعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلام نیسته. همین مثال خیلی نیو تسبیح نیو همه خیلی به تسبیح وقتی که کارمون میکنیم دیگر ذکرها رو مثلا لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله به حساب میگیم. همین مثال ممکن که نه زیاد باکه شود نیست، این باکه نیست، ثواب میگیرید به این، برای همش در این ثواب بدعت میگیرید. نیستم نه نه داخل بدعت همین نیست. ثواب. وای من گفته ایستادگی مثلا من دیدگی هستم بعضی صوفی رو میگن یک روز باید 1000 بار مثلا آیت الکرسی میخوانیم، یا میگن 1000 بار مثلا نشسته یکون تا صلوات شریفه یا صلوات یک چیز میگویند و همین رو میگویی که در یگان جای این آمدگی نیست. اما از اینکه من دهانم فقط با ذکر آواره باشد، گفتید شما چند بار مثلا 100 بار لا اله الا الله در بارش حدیث هست، 100 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر در بارش حدیث هست، 100 بار سبحان الله و بحمدی در بارش حدیث است. یعنی حدیث بودگی ذکرها رو کردید چی گناهگار نمیشوید. یا گفتید من از 100 بارم زیادتر میگم چقدر ثواب میگیرم، باکه نیست. اما مخصوص یک چیزی که از پیامبر آمدگی نیست، من می نشینم و 1000 بار میخونم، یا نمازهای 1000 رکعته شبای معراج، نمازهای 1000 رکعته شبای قدر، نمیدونم شبای براءت میخونن، یگان تشبه یگان دلیل نیست. اینها به جای ثواب انسان گناهگار میشود، یگان دلیل نیست. اما شما بر دوام ذکر کردی مشغولیت گناهگار نمیشوید ان شاء الله. استاد این در ذکرهای